برای یک لحظه شده خواهر عزیز چادر حیات اثر میپرتونه، برای یک ساعت شده امروز تو بروک و کرته بچگانه میپوشی، از خدا نمیترسی، پیشگاه خدا ده نمیره. حضرت میگوید برای یک دم ساعت نفروشین، ساعت نفروشین، دنیای ابدی را نفروشین. ببین دنیای بقا را نفروشین، دنیاتان دادرای عزیز خوانین، تعلیم گیرین، رفتد دانشکده های عالی در خوانین، همه شرایط برای خودتان مهیا کنین، لکن خدا و آخرتتان فراموش نکنین، از خدا و آخرتتان دور نباشین دادرای عزیز که بسیار به خدا قسم شما بای میدهین، مغلوب میشوین. میگوید شاعر که هر کی در دنیا نرفتی بر صراط مستقیم، در قیامت از برای جای تشویش است و بیم.